بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهیم و علی آل إبراهیم إنك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در تلاوت آیات کلام الله متعال و تدبر معانی آن و عمل به دستوراتش هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو به نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق نصیب راه ما شد تا با شما گرامیان در آیات دیگر از سوره مبارکه البقره با شما گرامیان همراه بشیم و آیات جدید از این سوره مبارکه. در درس‌های گذشته به همراه شما گرامیان تا 177 رو به پیش رفتیم و در این درس هم آیات 178 به بعد از این سوره رو به تلاوت خواهیم گرفت. الله متعال در آیه 178 می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. ای کسانی که ایمان آورده اید، کتب علیکم القصاص فی القتل، بر شما واجب گشته است خونخواهی در قتل و قصاص در مواردی که قتل عمد اتفاق افتاده است. قبل از اینکه به شرح این آیه بپردازیم لازم است که چند نکته رو اشاره بکنیم. ارتباط این آیه با آیات دیگر و خود موضوع آیه. بعد از این که الله متعال در آیه گذشته برای ما در آیه 177 آیه بر معروف خلاصه دین رو و تصور درست دین رو بیان نمود. از اونجایی که انسان وقتی بخواد در زندگی خودش در یک فضای راحت دین خودش رو عملی بکنه و به دستورات دین خودش عمل بکنه و اونگونه‌ای که رضای الله متعال است زندگی بکنه، نیاز به یک بستر مناسبی است، یک مکان مناسبی است، نیاز به یک فضایی است، جامعه است که در او احساس آرامش و امنیت بکنه. در آیات گذشته در سوره مبارکه بقره که به صورت عموم درباره خلافت انسان روی زمین صحبت می‌فرماید، ما در این آیات بعد از اینکه به تفصیل از ابتدای این سوره داستان بنی اسرائیل رو از آیات 38 به بعد الله متعال به تفصیل ذکر کرد و اینکه چرا دیگر آنها لیاقت و شایستگی خلافت زمین رو و زعامت دینی رو نداشتن و ابراهیم علیه السلام رو برای ما ذکر فرمود و کسانی که پیرو حقیقی او هستند و بعد حکایت امت محمد مصطفی علیه السلام ذکر می شود. الله متعال برای ما از پایه ها و اساس این جامعه مناسب، این بستر مناسب و از نیازهای اساسی برای خلافت انسان در یک جامعه در یک منطقه صحبت می‌فرماید که انسان این برداشت درست و فهم درستی که از دین در آیه 177 ذکر شد رو چطور میتونه که در زندگی خود بیاورد. وقتی که در یک فضای امنیت باشه، در یک جامعه امنیت باشه. ما در دین مبین اسلام 5 مورد رو علما به عنوان ضروریات خمس ازش یاد میکنن که دین مبین اسلام تاکید فراوان به این موضوع دارد، به این 5 مورد دارد و تمام شرائع انبیای الهی هر پیامبری که آمده به این 5 مهم اهمیت داده است. این 5 موردی که رعایت آن سبب آسایش و آرامش و فلاح و رستگاری انسان در دنیا و آخرت می شود. یکی موضوع دین است، موضوع دین و مقوله دین و توجه به دین و آزادی های دینی. و موضوع دوم موضوع نفس و جان و حفظ جان است. موضوع سوم موضوع حفظ نسل هست، نسل
و موضوع چهارم موضوع حفظ مال است و موضوع پنجم موضوع حفظ عقل. و هر کدام از اینها رو دین مبین اسلام برای حفظ اینها بسیار تلاش و تاکید کرده و احکامی رو دارد. از این 5 مورد: حفظ دین، حفظ جان، حفظ نسل و حفظ مال و حفظ عقل. و هر چیزی رو که ضرر میزند به این 5 مورد منع کرده است دین مبین اسلام و شدیداً با او مبارزه میکند. یکی از این موارد، از این موردهای 5گانه، مورد حفظ جان است. بعد از اینکه الله متعال در آیه گذشته دین رو، خلاصه دین رو برای ما معرفی فرمود و فهم صحیح دین رو به ما یاد داد و برداشت درسته از دین رو که در 3 بعد اعتقاد و عبادات و اخلاق و معاشرات باید یک مسلمان قدم بردارد، در این آیه 178 بعد از این بیان شامل و کامل درباره برداشت درست از دین به مقوله حفظ جان میپردازد و حفظ نفس. آیات کلام الله مجید و روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید بسیار زیادی به حفظ جان دارد. جان یک انسان بسیار ارزشمند است. در قرآن کریم، در دین مبین اسلام تاکید بسیار فراوانی به حفظ جان شده است. جانی رو که الله متعال یک انسانی میدهد جز الله متعال و در راه الله متعال نباید این جان گرفته شود و یا خون آن ریخته شود. هر موجودی که خونی در بدن دارد، الله متعال به هر موجودی که خون داده است، خون این موجود فقط در راه الله متعال و به اذن الله متعال و با رضایت الله متعال باید گرفته شود. جان یک موجود زنده را الله متعال به او داده و خود او میگیرد و در راهی که او اجازه داده است باید این جان گرفته شود. به همین خاطر بسیار تاکید فراوانی شده به حفظ جان در آیات قرآن کریم و روایات رسول علیه الصلاة والسلام. برای بیان اهمیت این موضوع همینقدر کافی است که بدانید در آیه 32 سوره مبارکه مائده الله متعال می‌فرماید که من قتل نفسا بغیر نفس، در بخشی از آیه، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس. الله متعال می‌فرماید بعد از اینکه داستان اولین قتل روی کره زمین بین فرزندان آدم علیه السلام، اولین نسل فرزندان آدم علیه السلام، هابیل و قابیل اتفاق میفته و قابیل هابیل رو میکشه. در آیه 27 سوره مائده و اتلو علیهم نبأ ابنی آدم، از اونجا داستان شروع میشه و در آیه 31 داستان چگونگی دفن هابیل توسط قابیل مطرح می شود که الله متعال کلاغی رو میفرسته و کلاغ دیگری رو میکشه و زمین رو میکنه و کلاغ رو داخل زمین میکنه، خاک میریزه روی او و یاد میده به قابیل که چگونه این جنازه ای رو که حالا کشته او رو دفن میکنه و اولین قاتل روی زمین است. بعدش میفرماید در آیه 32 من اجل ذلك كتبنا علی بنی اسرائیل، در کتاب‌های آسمانی گذشته هم، در تورات، در انجیل برای بنی اسرائیل آمده است و در قرآن هم ذکر شده که انه من قتل نفسا بغیر نفس، هر کسی که یک انسانی را بدون اینکه جرمی کرده باشه و انسان دیگری را کشته باشد بکشد، او فساد فی الارض، یا اینکه بدون اینکه این انسان مستحق کشته شدن باشد، فسادی نکرده، جرمی نکرده، گناهی نکرده، جنایتی از او سر نزده، هر کسی انسان بیگناهی را بکشد، یک انسان رو، فکأنما قتل الناس جمیعا، انگار که کل جامعه انسانی و بشری را کشته است. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، و هر کسی که یک نفری را نجات دهد، یک انسانی را نجات دهد از مرگ، گویی که تمام جامعه انسانی را نجات داده است. این آیه اشاره به اهمیت این موضوع دارد که چقدر ریختن خون یک انسان بیگناه نزد الله متعال عظیم است و چقدر حفظ این خون نزد الله متعال ارزشمند است. و در سوره مبارکه نساء آیه 93 می‌فرماید که و من یقتل مؤمنا متعمدا، هر کسی که انسان مسلمانی را به عمد بکشه، از روی عمد و از روی قصد بکشه، عمدن بکشه رو، نه از روی خطا. ما یک قتل عمد داریم، یک قتل خطا داریم. قتل خطا مثلا یک فردی در خیابان داره میره، ماشینی سوار است، تصادفی میشه،
تصادف میشه، در این تصادف یک کسی کشته میشه. اینجا قتل خطا حساب میشه، قتل عمد نیست. عادتا اصلا نه قاتل مقتول رو میشناسه نه مقتول قاتل رو میشناسه. نه اون کسی که در تصادف کشته شده میدونه کسی که زده کی بوده، بعد اولین بار اصلا شاید هم دیگر رو میبینه. این مدل رو ما بهش میگیم قتل خطا، قتلی که در او عمدی نیست، ناخواسته یک اتفاق میفته و سبب کشته شدن یک نفر یا چند نفر میشه. اما قتل عمد قتلی است که انسان از روی نیت قبلی و با اراده و با شناخت عمدن میره و یک نفری رو میکشه. و من یقتل مؤمنا متعمدا، اندر متعمد میفهمند اگر کسی یک مسلمانی را عمدن بکشد، خوب دقت بفهمید چقدر ریختن خون انسان خطرناک است. انسان مسلمان را متعمد میفهمند هر کسی که عمدن انسان مسلمان بیگناهی رو خونش را بریزاند، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، به جهنم میرود خالدا فیها، جاودانه میماند در او. برخی از مفسرین گفتن اینجا جاودانه خالدا فیها یعنی زمان بسیار طولانی میماند. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه، غضب الله متعال بر اوست، و لعنه، و لعنت الله متعال شامل حال او میشود، و اعد له عذابا عظیما، و الله متعال برای او عذاب بسیار دردناکی را آماده کرده است. 5 تهدید خطرناک که هر کدوم از آنها به تنهایی برای هلاکت یک نفر کافی است. هیچ جای قرآن کریم شما همچین تهدیدهای سخت و خطرناکی رو نمیبینید که در این آیه میبینید. آیه 93 سوره مبارکه نساء: و من یقتل مؤمنا متعمدا و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما، و عذاب بسیار دردناکی برای آماده کرد. غضب الهی، جهنم، لعنت الهی، جاودانه موندن در دوزخ و عذاب بسیار عظیم برای او آماده شده است. این آیه 93 سوره مبارکه نساء نشان از این دارد که کشتن یک انسان مسلمان بیگناه و ریختن خون یک انسان مسلمان بیگناه چقدر جرم عظیمی است و چقدر این موضوع خطرناک است. حفظ جان، ریختن خون یک انسان بسیار جرم بزرگی است نزد الله متعال، و بر این اساس دین مبین اسلام نسبت به ریختن خون در جامعه بسیار حساس است و مبارزه میکنه با کسانی که خون میریزن، مبارزه میکنه با کسانی که جان مردم رو بازیچه دست خود قرار میدن و احکام بسیار سفت و سختی در این باره داره. و یک نکته ای که باز قابل تأمل است، دین مبین اسلام برای جلوگیری از این رفتار که قتل در جامعه رواج پیدا نکنه قانون گذاشته. خب ما در جامعه وقتی امنیت حاکم می شود، در یک جامعه وقتی امنیت حاکم میشه که ظلم و ستم و در رأس آنها خون ریزی جلوگیری بشه. شما تا وقتی که جلوی ظالم، جلوی قاتل، جلوی باندهای مافیا به تعبیر امروز، دزد، راهزن، گردن بگیر، چپاولگر، جلوی این انسانها رو نگیریم، شیطان و نفس او رو وسوسه میکنه تا دست دراز بکنه به جان دیگران، به مال دیگران، به آبروی دیگران، به ناموس دیگران. این اتفاق میفته در هر جا میفته، در هر جامعه این اتفاق میفته. شیطان این کار رو میکنه، وسوسه میکنه. وقتی که در حضور آدم علیه السلام اولین فرزندان انسان آدم علیه السلام، اولین نسل فرزندانش حابیل و قابیل درگیر شدن و قابیل حابیل رو کشته است و خونریزی از همون ابتدا شروع شده، این ادامه داره. عجیب است وقتی که الله متعال حکایت خلقت آدم علیه السلام رو میخواست که به ملائکه بیان دارد در آیه 30 سوره مبارکه بقره، وقتی فرمود اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه، فرمود من روی زمین میخواهم که خلیفه بیاورم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، بارلا حکمت در چیست که شما در زمین کسی را میآورید جانشین کسانی که قبل از او بودن روی زمین شود و فساد کنند، من یفسد فیها و یسفک الدماء، و خون بریزاند. ملائکه از اون جایی که قیاس کردن این خلیفه رو به قبل از اونها که جن بودن و روی زمین فساد کرده بودن، یا الله متعال با آنها گفته بود که این کارها رو میکنه، یا دیده بودن برخی از اونها در لوح محفوظ که الله متعال نوشته است در تقدیر که این کارها میشود، و یا از دیدن جنت و نعمتهای جنت و دیدن دوزخ و عذاب دوزخ دیدن که در دوزخ دیگه قاتل می آیند. خب دوزخ برای
ملائکه که نبود، برای انسان ها بود روی زمین می آمدن، به این نتیجه رسیدن که این کارها رو میکنن و حکمت رو از الله متعال خواستن. و یک از مواردی که اشاره کردن من یفسد فیها و یسفک الدماء، فساد میکنه و خون میریزه، در حالی که خون یک نوع فساد است، خون ریزی یک نوع فساد است. به خاطر این خون ریزی رو جدا ذکر کردن تا شدت این جرم رو و نحوست این جرم رو و خطر این جرم رو نزد الله متعال میدانستن، تا این رو ذکر بفهمن که برای شما که این همه خونریزی یا رب، این همه گناه عظیمی است، باز این موجودی رو که شما میفرستی و خونریزی میکنه چه حکمتی است؟ خب این موجود بره روی زمین خونریزی بکنه که این همه نزد شما عظیم است این گناه. و این خود این موضوعی که ملائکه گفتن ما یسفک الدماء نشان از عظمت این گناه نزد الله متعال دارد. و اون آیه که در سوره نساء اشاره کردیم ما یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه واعد له عذابا عظیما، 5 تهدید خطرناک در آیه 93 نساء باز دلیل دیگری بر این مهم است. و آنچه در سوره آیه 32 سوره مائده ذکر شد من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کسی انسانی را بی گناه بدون اینکه جرمی کرده باشه، جنایتی مرتکب شده باشه، بکشد، گویی همه جامعه بشری و انسانها را کشته است، باز نشان از اهمیت این موضوع در دین مبین اسلام دارد، نشان از توجه دین مبین اسلام به حفظ جان دارد، به جلوگیری از خونریزی دارد. به همین اساس یک قانون بسیار عجیبی را الله متعال گذاشته است برای ایجاد امنیت در جامعه. شما الان برای اینکه جلوی خونریزی رو در جامعه بگیرید چیکار باید بکنید؟ آیا زندان جواب میدهد فقط که ما بیایم بگیم خب قاتل رو ببریم زندان 10 سال 20 سال 30 سال ولو مادام العمر در زندان باشد؟ آیا به زندان رفتن قاتل مانع خونریزی در جامعه می شود؟ تجربه نشان می دهد که نه، هرگز این اتفاق نمی افتد. چرا؟ چون وقتی شما یک فرد رو میفرستید به زندان، در زندان بهش غذا میدید، چلو مرغ میدید، چلو گوشت بهش میدید، غذای نرم و چرب بهش میدید، یک جایی رو قشنگ براش آماده میکنید، میخوره، میخوابه. آدم قاتل در اونجا با چند نفر دیگه قاتل مثل خودش، دزد و راهزن، انسانهای فاسق و فاجر آشنا میشه، باند مافیایی تشکیل میده، از داخل زندان هم به بیرون از زندان ارتباط میگیره، انتقام میگیره از اون کسایی که رو به زندان انداختن و همچنان جنایت‌های خودش رو انجام میده. خصوصا اگر این قاتل انسانی باشه که قدرتی داشته باشه، ثروتی داشته باشه، نیرویی داشته باشه، بیرون از زندان از همونجا مدیریت میکنه. چه بسا فشارهایی سبب شده، پارتی‌هایی واسطه شده و این زندانی چند سال بعد بیرون میاد، دوباره به قتل و غارت ادامه میده، دوباره به جنایت ادامه میده، دوباره به انسانکشی ادامه میده. زندان انداختن یک فرد که قاتل است و قتل کرده، قتل عمد کرده، چندین نفر رو کشته، نمیتونه جلوی خونریزی رو در جامعه بگیرد. تجربه نشان داده که هرگز این کار اتفاق نمیفته. تنها یک راه الله متعال میفهمد، من خالق شما انسان‌ها میدانم که جلوی خونریزی رو با یک شی میشه گرفت. و آن چیست؟ و آن قصاص است. الله متعال برای ایجاد امنیت در جامعه که قدم اصلی برای رشد ترقی یک جامعه است. وقتی امنیت بود اقتصاد رشد میکنه، وقتی امنیت بود تعلیم و تعلم رشد میکنه، وقتی امنیت بود هر چیزی که انسان در جامعه نیاز داره رشد میکنه. انسان در یک جامعه که امنیت داره رشد میکنه. همین خاطر ابراهیم علیه السلام وقتی سنگ بنای کعبه رو میگذاشت دعا کرد که مکه رو الله متعال فرمود رب اجعل هذا بلدا آمنا، این سرزمین رو امن قرار بده. اولین دعایی که کرد اینجا رو امن قرار بده. امنیت که آمد در سایه امنیت همه چی رشد میکنه. اقتصاد رشد میکنه، تعلیم و تعلم رشد میکنه، فرهنگ جامعه رشد میکنه، سطح سواد جامعه رشد میکنه، دین در یک جامعه رشد میکنه، دینداری در یک جامعه رشد میکنه. ناامنی چه بسا که سبب چه مصیبت ها و دردهایی که نمیشه در جامعه. از اینجا الله متعال برای ما میفهمد با خطاب یا ایها الذین آمنوا. خوب دقت بفهمید، این 4مین خطاب یا ایها الذین آمنوا در قرآن است. اولین خطاب در آیه 104 ادب و رفتار با دین و رسول الله علیه السلام رو ما یاد داد. مسلمان باید با دینش، با پیامبرش با ادب رفتار بکنه. درباره احکام دینش یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا.
در دومین خطاب یا ایها الذین آمنو در آیه 153 توصیه به صبر و استقامت در برابر مشکلات و سختی‌های زندگی بود. سومین توصیه یا ایها الذین آمنو در قرآن کریم در آیه 172 خطاب به مال حلال بود. کلوا من طیبات ما رزقناکم. حلال خوردن، لقمه حلال، مال حلال، تجارت حلال، کار حلال. و این چهارمین یا ایها الذین آمنو در قرآن کریم است. یا ایها الذین آمنو. علی مطالب میفهمد در آیه 178 یا ایها الذین آمنو کتب علیکم، برای شما نوشته شده است. کتب تلفظش میشه نوشته شد. کتب علیکم، برای شما نوشته شده است در لوح محفوظ پیش علی مطالب. معنای دیگرش کتب علیکم واجب گشته بر شما، برای شما رقم زده شده است، دستور الهی است، امر الهی است که الله مطالب برای شما این رو رقم زده، نوشته است، امر صادر شده است. کتب علیکم، برای همه شما. ای مؤمنان، همه شما مخاطب این آیه هستید، از پادشاه و مأمور و سفیر و وزیر شما گرفته تا فرد پایین در جامعه، انداز رتبه‌های سیاسی، همه شما در جامعه مخاطب این آیه هستید. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. قصاص، القصاص، قصاص در لغت معنی کلمه قصاص یعنی پیگیری، پیگیری اثر یک شی میشه قصاص در لغت. مثلا ما در سوره مبارکه کهف داریم که درباره موسی علیه السلام و یوشع ابن نون که پیامبر بعد موسی علیه السلام شد، الله متعال میفرماید وقتی این دو بزرگوار میخواستن برن به دنبال یافتن خضر علیه السلام که تعبیر درستش خضر هست، پیامبری بود که موسی علیه السلام رو الله متعال فرستاد تا از ایشان مواردی را بیاموزد. وقتی با یوشع ابن نون علیه السلام میرفتن، الله متعال فرمود نشانش این است که این ماهی که همراه شماست، یک ماهی مرده‌ای داشتن، هر وقت این زنده شد به آب افتاد همونجا میتونید خضر علیه السلام رو پیدا کنید. خلاصه بحث این که وقتی که جای استراحت میکردن این ماهی افتاد و رفت و یوشع علیه السلام نگفت به موسی علیه السلام، در اون لحظه بعداً گفت، بعد الله متعال میفرماید فرتد علی آثارهما قصصا، فرتد علی آثارهما قصصا. بعد وقتی موسی علیه السلام خبر شد که ماهی رفته، گفت کجا بود؟ گفتن فلان جا. بعد میفهمد در متعال برگشتن بر اثر قدم‌های خود پیگیری می‌کردن، قصاصا یعنی پیگیری کردن. یا درباره داستان باز موسی علیه السلام فداه ابی و ام، اون لحظه‌ای که طفل نازنینی بود و به گهواره انداخت، مادرشون رو در گهواره گذاشت در سبدی و به آب انداخت از ترس کشته شدن به دست نیروهای ظالم فرعون. وقتی به آب رفت، مادر این رو به الهام الهی به آب انداخت و قالت لاخته قصیه، و به خواهر موسی علیه السلام که از ایشان بزرگتر بود، به خواهر گفت که دخترم برو پیگیر شو کجا میره این سبد. به آب انداختم. مادر علیه السلام، مادر موسی علیه السلام قطعی از وجود خود رو، قلب خود رو به آب انداخته بود. یک طفل شیرخواری رو از ترس کشته شدن گفت هر چی باشه در آب، بالاخره اگه کشته شدن در خانه باشه که سرش رو میبرن، در آب شاید نجات پیدا کنه. و در آب انداخت و قالت لاخته قصیه، و به خواهرش گفت که برو پیگیر شو ببین کجا میبره آب او رو. فبصرت به عن جنوب و هم لا یشعرون. و الله متعال میفهمد خواهر همینطور مخفیانه از یک گوشه پیگیر بود که آب رو کجا میبره تا به قصد رفت و بقیه داست. در لغت با این دو آیه که در سوره کهف و سوره قصص اشاره کردیم، معنی لغوی قصاص پیگیری اثر یک شیء است. در اصطلاح پیگیری اثر قتل است برای انتقام از قاتل. پیگیری اثر قتل، پیگیری قتل. قصاص یعنی پیگیر شدن، پیگیری موضوع قتل به نیت انتقام از قاتل، می شود قصاص. کتب علیکم القصاص فی القتل. الله متعال میفرماید واجب شده برای شما. این یک واجب شرعی است، اختیار نیست، واجب شرعی است. کتب علیکم القصاص فی القتل، جایی که قتل عمدی صورت میگیرد قاتل باید قصاص گردد. قصاص یعنی اینکه مقابله به مثل، یعنی خونخواهی. قصاص ما البته در سوره مبارکه مائده تنها جان نیست، قصاص در زخم هم هست.
ان النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والانف النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. علی متعال میفهمد جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و زخم ها قصاص دارند. اینجا علی متعال میفهمد در کشتن قصاص است، اونجا باز معنی رو واسع تر میکنه، علی متعال وسیع ترش میکنه و حتی در زخم ها هم میفهمد قصاص وجود دارد. کتب علیکم القصاص فی القتل. خلاصه موضوع این است هر جا کسی عمدن فردی را کشت، در متعال میفهمد این آقا زندان نمیره. بله تا وقتی که ثابت بشه جرمش و قتلش ثابت بشه بله، اما اینطور نیست که این همونطور بماند اونجا بهش چلو خورشت بدیم و گوشت و کباب بهش بدیم و فربه بکنیم قاتل رو با 4 تا قاتل بدتر از خودش هم آشنا بشه، باندی تشکیل بدن بیان بیرون دوباره به جان مردم بیفتن. کتب علیکم القصاص فی القتل. قصاص، قاتل باید کشته شود. الحر بالحر، آزاد در برابر آزاد، والعبد بالعبد، برده در برابر عبده، والانثى بالانثى، زن در برابر زن. این بخش آیه یک شأن ورودی دارد. در زمانی که این آیه نازل شد این رسم بود که اگر در یک طایفه یک فردی که رتبه بالاتری داشت توسط یک فردی که رتبه پایینتری داشت کشته میشد یا توسط یک برده و غلامی احیانا کشته میشد، چیکار میکردن؟ میگفتن که آقا این فردی که از ما کشته شده است چون انسان والا مقامی بوده است، ما نمیشه که در مقابل این یک نفر رو بکشیم، در برابر این یک نفر 10 نفر از طایفه مقابل رو میکشیم. یا والعبد بالعبد، فرمود عبدالمتعال برده در برابر برده، برده آقایی رو میکشت، میگفتن خب این که یک برده است، آقای طایفه رو کشته، سردار طایفه رو کشته، ما برده، قاتل برده است بله، ولی ما انتقام خودمون رو از این برده نمیگیریم، انتقاممون رو از سردار اون طایفه میگیریم. سردار ما کشته شده توسط یک برده، برده همشأن سردار نیست، به همین خاطر ما یک فردی همشأن سردار باید بکشیم که اون خود سردار طایفه مقابل است، با اینکه سردار اصلا شاید هیچ گناهی در این موضوع نداشت، خبر هم نداشت. این تصور بود. والانثى بالانثى، اگر یک مردی یک زنی مردی رو میکشت، زنی مردی رو میکشت، الان طایفه مقابل نمیگفتن خب چون اون زن کشته ما در برابر این مرد اون زن رو قصاص میکنیم، میگفتن زن رتبه او پایین تر از مرد است، همشأن مرد نبوده که مردی رو کشته، ما برای قصاص همشأن یک مرد باید یک مردی رو بکشیم، نه این قاتل زن. بر این اساس الله متعال آمد و فرمود که الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، هر کسی که قتل کرده خود او قصاص میشه. اگه آزادی رو کشته، همون فرد در برابر همون فرد کشته میشه، نه 10 نفر در برابر یک نفر، چون این آقا لحاظ رتبه اجتماعی بالاتر بوده، این آقا سفیری است، این آقا وزیری است، این آقا پادشاهی است، اون یک کارمند ساده است، اون یک رفتگر خیابان است، فرقی نمیکنه. یک نفر در برابر یک نفر. رتبه های اجتماعی سبب نمیشه که شما چون این یک نفر رتبه قاتل رتبهش پایینتر بوده، مقتول رتبه بالاتری در جامعه داشته، ما الان برای قصاص به جای اینکه این یک نفری که قاتل بوده بکشیم 10 نفر دیگر رو بکشیم چون رتبه ها متفاوت بوده. نه، آزاد در برابر آزاد، برده در برابر آزاد، آزاد در برابر برده، هر کسی با خودش. در قصاص شما تعدی نکنید، ظلم نکنید. زنی مردی رو کشته، همون زن قصاص میشه. چون باید مردهای طایفه قصاص بشن، چون که اون مردی که کشته شده، چون مردی کشته شده، پس شما زنی رو قصاص نمی‌کنید، میگه نه ما با این زن کاری نداریم، یک مردی رو میکشیم در برابر مرد خودمان. نه، زنی قاتل بوده خودش کشته میشه، مردی قاتل بوده خودش کشته میشه، برده قاتل بوده خودش کشته میشه، کاری به دیگران نداشته باشید. اینجا مراد این است، اینطور نیست که یعنی برده در برابر غلام کشته نشه، غلام در برابر برده کشته نشه، زن در برابر مرد کشته نشه، مرد در برابر زن کشته نشه. نه، این به خاطر رد اون باور غلط اونها این تعبیر آمده است. اونها میگفتن کسی که از لحاظ مقام جایگاه اجتماعی شأن بالاتری دارد کشته شده، ما انتقامش رو از این فردی که شأن پایینتری دارد نمیگیریم، از یکی هم شأن خودش میگیریم. علی متعال این تصور رو اصلاح کرد. نه، اینطور نیست. قصاص در کشتن
کسی که قاتل بوده همون قصاص میشه. حالا شأنش پایین بوده بالا بوده فرق نمیکنه. حر در برابر حر، آزاده‌ای بوده شأن بالایی داشته در برابر یکی که خودش او رو کشته. حالا برده است، آزاده است، دور نیست که شما انتقام یک نفر 10 نفر بگیرید. برده یک کشته، برده خود برده قصاص میشه. آزادی کشته، آزاد قصاص میشه. زنی کشته، زن قصاص میشه. دیگران تاوان گناه اینها رو نباید بپردازن. زیرا در سوره مبارکه مائده الله متعال میفرماید در تورات، حتی در تورات هم و کتبنا علیهم فیها، در آیه 44 ذکر تورات میاد، در آیه 45 میفرماید و کتبنا علیهم فیها و من الله عظمت واجب گردانده بودم بر بنی اسرائیل در تورات ان النفس بالنفس، یک نفس در برابر یک نفس کشته میشه. قاتل در برابر مقتول. هر کسی که قتل کرده در برابر کسی که کشته میشه. فرقی نمیکنه آزاد است، برده است، زن است، مرد است. ان النفس بالنفس، خود فرد در برابر خود قاتل در برابر مقتول. حالا هر درجه‌ای که میخواد داشته باشه، مرد باشه، زن باشه، آزاد باشه، برده باشه، فرقی نمیکنه. ان النفس بالنفس، اصل حکم اون هست، ان النفس بالنفس. اینجا هم الله متعال به خاطر رد اون باور غلط حر بالحر ذکر کرده، عبد با عبد و انثى با انثى. فمن عفی، این پس چی است؟ این قصاص است. قصاص وقتی که قاتلی یک انسانی رو کشت قصاص میشه. یعنی چی؟ یعنی در برابر او کشته میشه. حالا اگر کسی بیاد بگوید که خب این خشونت هست، الان خیلی این صحبت رو مطرح میکنه، قصاص خشونت است. حالا یعنی چی؟ حالا یک نفری که کشته شد، خب ما یک نفر دیگر هم بکشیم. اول اینکه ما به جای اینکه به قاتل دل بسوزانیم، باید به مقتول دل بسوزانیم. کسانی که همچین حرفی رو مطرح میکنند دارن از جنایت قتل حمایت میکنند، از قاتل حمایت میکنند و مقتول رو فراموش کردن، خانواده مقتول رو فراموش میکنن. همسری که بیمه میشه، مادری که فرزندش رو از دست میده، فرزندانی که یتیم میشند، اینها رو شما در نظر نگرفتید. این آقایی که قتل کرده، عمدن هم قتل کرده، خب اون کسی که کشته شده اون چی؟ حق اون چی میشه؟ اون انسان نیست؟ اون خانواده‌ای که زخم دیدن، درد دیدن، اونها انسان نیستن؟ ما این قاتل رو نکشیم، یک نفر دیگه رو نکشیم. شما وقتی که درسته که اینم یک انسان است، ولی احیانا ما در بدن خود ما که بدن ماست، یک جایی عضوی از بدن ما بیماری میاد، سرطان میگیره انسان، خدای نکرده یک عضوی از بدن انسان سرطان میگیره و دست پا، دکتر تشخیص میده که اگر این دست قطع نشه به تمام بدن میزنه بیماری و کل بدن رو از بین میبره. با وجود اینکه دست عضوی از بدن است، انسان خودش قبول میکنه که دستش رو قطع بکنن. دردآوره، بله دردآوره، تلخه. اما الان یک واقعیت تلخی اتفاق افتاده که اگر ما جلوی او رو نگیریم، این بیماری رو قطع نکنیم، این دست یا پا قطع نشود، کل بدن از بین میره. قاتل الان اگر حذف نشود، پرونده او بسته نشه، این قتل ادامه پیدا میکنه، ناامنی ادامه پیدا میکنه، جرأت پیدا میکنن قاتل‌های دیگر. قاتل‌های دیگر جرأت پیدا میکنن. به همین خاطر قصاص میشه. وقتی که قاتل قصاص بشه و مردم ببینن که این آدم در برابر قتلی که کرد کشته شد. بار دیگر اگر کسی بخواد قتلی بکنه، میدونه که من در این جامعه اگر قتل بکنم کشته میشم، بکشم کشته میشم. اینجور نیست که برم زندان، حالا 1 سال 2 سال میمونم، بعدش میام بیرون دوباره انتقام خودم رو میگیرم. پارتی میاد من آزاد میکنه، 4 سال 5 سال میمونم، حکومت عوض میشه، دوباره من میام بیرون با پارتی، با پول، با قدرت، با رشوه و حداقلش اینه که میگه خب تو زندان میمونم، جهنم. نه، اما وقتی که فکر بکنه طرف من کشته میشم، اون موقع حساب خودش رو بیشتر میکنه، دقت بیشتری میکنه. به همین خاطر علی متعال میفهمد قصاص از قاتل گرفته میشه. در امتهای گذشته در بین یهودیان قصاص بوده است و بخشیدن و دیه نبوده است، فقط قصاص بوده که در سوره مبارکه مائده هم الله متعال در آیه 45 اشاره فرمود و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس در تورات والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص تا آخر آیه. در دین مسیحیت، در مسیحیت بخشش بوده و دیه و قصاص نبوده است.
در امت اسلامی هر سه تا اینها رو علی مطال برای ما اجازه داد. کسی میتونه قصاص بکنه، میخواد قصاص حق خانواده مقتول است. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. هر کسی که مظلوم کشته شود، در نمیتوان بفهمد، برای ولی دم او این اختیار داده شده است، این اجازه داده شده است که قصاص بگیره. اما در قتل، در قصاص اسراف نکند. یکی در برابر یکی، نه 10 نفر رو بکشه باز، نه، یکی در برابر یکی. این حق بود داده شده. ولی دم کیست؟ تمام وارثان یک مقتول، کسی که کشته شده، وارثان او همه ولی دم او حساب میشه. ولی دم یا وارثان یک نفری که کشته شده این اختیار رو دارند که قصاص بگیرند یا قصاص نگیرند. قاتل رو بگن خب ما قصاص نمیگیریم اما از تو دیه میگیریم. دیه چیست؟ معادل قیمت 100 شتر. 100 شتر هر جا معادل قیمتش چقدر میشه؟ این میشه دیه. این دیه این برای قتل عمد است. برای قتل خطا مستقیم دیه دارد و قتل خطا قصاص نداره. قتل عمد میتونه قصاص باشه یا خانواده مقتول وارثان ببخشن قاتل رو در مقابل دیه، یا کلا دیه هم نگیرن، کلا او رو ببخشن. اختیار از با اون هست. الله متعال در ادامه میفهمد فمن عفی له، اگر کسی قاتل عفی له بخشیده شد برای او، جانش رو به او بخشیدن، گفتن قصاص نمیگیریم بر دلیل، یا گفتن که آقا ما دیه رو پرداخت کن، قصاص منتفی است، بخشیدن رو. عفی له به معنای این که هم جرمش رو بخشیدن هم خودش رو، جرم قتل رو ببخشن و خودش رو هم قصاص نمیده. فمن عفی له من اخیه شیء، اگر کسی بخشیده شد برای او، معاف شد از قصاص از طرف برادرش، فمن عفی له من اخیه، خوب دقت بفرمایید نکته رو، اگر قاتل بخشیده شد از طرف برادرش، تعبیری که قرآن استفاده میکنه چه تعبیر عجیبی است. من اخیه، این اخیه کی است؟ ولی دم مقتول، کسی که کشته شده ولی او، خودش که رفته دیگه الان نیست در دنیا، کسی که ولی خون او هست، وارث او و کسی که به نمایندگی از وارثان صحبت میکنه. اگر از طرف وارثان ولی، علی مطلق میفهمند ولی قاتل برادر اوست، فمن عفی له من اخیه، اخیه برادر اوست، صحبت قتله، صحبت کشته شدن یک انسان است. یک قاتلی یک انسانی رو کشته، الان وارثان اون مقتول که کشته شده است آمده ان این قاتل رو حاضر شدن ببخشن و از او دیه بگیرن. علی مطلق میفهمد اگر قاتل از طرف برادر خود، یعنی خانواده مقتول وارثان، برادر، تعبیر برادر بسیار نکته عجیبی است. تعبیر برادر وقتی اینجا استفاده می شود نشان از این دارد که برادری دینی با قتل از بین نمی رود. یعنی به تعبیر دیگر قتل کفر نیست. گناه کشتن یک انسان ولو به عمد باشد گناه بسیار بزرگی است. در آیه 93 سوره مبارکه نساء دیدیم که الله تعالی فرمود و یقتل مؤمنا متعمدا، هر کسی که عمدن بکشه انسان مسلمانی رو فجزاؤه جهنم، به جهنم میره خالدا فیها، جاودانه میماند. اینجا برای مسلمان این جاودانگی میشه مدت طولانی. چرا؟ چون اینجا الله تعالی میفهمد من اخیه، اخوت دینی رو هنوز برای او اثبات میکنه، نفرموده که او کافر است. اگر کافر میشد، اگر قتل یک انسان مسلمان به عمد هم کفر می بود، گناه بسیار بزرگی است. شکی در این نیست که قتل گناه بسیار بزرگی است که بعد از شرک قرار میگیره. الله تعالی میفهمد درباره صفات مؤمنین و عباد الرحمن در آخر سوره مبارکه فرقان والذین لا یدعون مع الله الها آخر، شرک نمیکنن مؤمنان، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، و گناه خون بیگناهی رو نمیریزن. یعنی ریختن خون بیگناه گناهی است بعد از شرک، خیلی گناه بزرگی است، اما کفر نیست. کسی را بکشد کافر نمیشود. و اون آیه 93 سوره مبارکه نساء که میفهمد در جهنم میماند، مدت زیادی میماند، خشم الهی و غضب الهی برای اوست و اینکه او عذاب دردناکی رو میبینه، ولی کفر نیست. چرا؟ اینجا الله متعال میفهمد که فمن عفی له من اخیه شیء، اگر از طرف برادر خود بخشیده شد، برادری دینی رو اینجا اثبات میکنه الله متعال هنوز برای قاتل و مقتول، برای خانواده مقتول و برای قاتل. در
سوره مبارکه حجرات شبیه همین تعبیر رو ما در آیه 9 و 10 داریم. در آیه 9 سوره مبارکه با حجرات الله متعال میفرماید و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو طایفه از مؤمنان با هم جنگ کردن، دو طایفه از مؤمنان، یعنی هر دو تا رو قرآن میفرماید مؤمنن ولی احتمالاً با هم جنگ بکنن، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، بینشون صلح بیاورید. نفرموده که یکیشون کافر است، نه، گفته صلح کنید بینشون. احتمال جنگ وارد است. بعضی وقتا دو طایفه مسلمان، دو مسلمان به جان هم میافتن، جنگ میکنن، دو طایفه، دو کشور، دو قوم، بینها با هم جنگ میکنن. این کفر نیست، جنگ یعنی کافر نمیشن دو طرف. الله متعال میفرماید اگر دو طایفه از مؤمنان با هم جنگ کردن صلح بیاورید. اگر یکی از اونها حاضر نشد به حکم امر متعال تن بدهد، با او بجنگید تا تسلیم بشود به حکم امر متعال تن بدهد و با اونها با عدل و عدالت رفتار بکنید. در آیه بعدش میفرماید انما المؤمنون اخوة، مؤمنان برادران، بین برادران خود صلح ایجاد کنید. بعد از جنگ اونها و جنگ و درگیری که بین اینها اتفاق میفته، طبیعتا جنگ قتل هم اتفاق میفته درش، باز الله متعال میفرماید مؤمنان برادران. مثل این آیه با وجود اینکه صحبت از قصاص میشود و قتل میشود، الله متعال میفرماید فمن عفی له من اخیه شیء، اگر برادری برادر خود رو بخشید، یک کسی اومد قتلی انجام داد اما خانواده مقتول الله متعال میفرماید برادران او رو بخشیدن، باز هم نسبت دینی رو اینجا الله متعال اثبات میکنه. قتل هم رابطه اخوت دینی رو نمیتونه از بین ببره. اینجا نکته قابل تأمل دیگری هم دارد. الله متعال درباره قتل هم حتی میفرماید اخوت دینی رو حفظ کنید، هنوز برادری دینی یادتون نره. شما برادر شما رو بخشید، شما هم با او احسان بکنید. خانواده‌هایی هستن ما می‌بینیم عزیزانی رو که نه قتل اتفاق افتاده، نه جنگ اتفاق افتاده، به خاطر یک کلام، به خاطر یک حرف، به خاطر یک سخن خواهر با برادر قهر میکنه، اون با اون دشمن میشه، این با این دشمن میشه. موارد بسیار پایین‌تر از این. الله متعال میفرماید حتی وقتی قتلی هم شد ببندید پرونده رو. وقتی قتلی هم شد فمن عفی له من اخیه شیء، خانواده مقتول ولی دم بخشیدن قاتل رو، برادرشون رو بخشیدن، فاتباع بالمعروف، پیگیری گرفتن دیه با احسان انجام بشود. شمایی که خانواده یک کشته هستید، کسی کشته شده مقتول هستید، وقتی قاتل رو میبخشید، دیه میگیرید، با مهلت بدید و از اون چیزی طلب نکنید که فراتر از توان او باشه و با نیکی و با احسان پیگیر موضوع باشید. و اداء الیه به احسان، و خانواده قاتل هم، خود قاتل هم وقتی که دیه اونها راضی شدن، پرداخت دیه به اونها با احسان باشد، با نیکی باشد، سر وقت باشه، کشند موضوع رو دیگه درگیری دیگری ایجاد نشه. دو طرف وقتی کم دیگر رو بخشیدن با احسان و با نیکی و با لطف برخورد بکنن. ذلک تخفیف من ربکم و رحمه، این یک بخششی است، تخفیفی است از جانب پروردگارتان و رحمتی است و لطفی است برای شما که اگر یک جای قتل اتفاق افتاد حتما معناش این نیست که قاتل باید قصاص بشه. اگر قاتل رو خانواده مقتول احساس کردن که این قاتل اشتباه خودش پی برده، چه وقتی ببخشنش؟ خب بعضی وقتا که قاتل هنوز پررو هست و هنوز همون غرور و همون تهدیدهای خودش رو داره، اصلا اینجا شایسته نیست که اینو ببخشن. اما آمدن دیدن که واقعا پشیمان شده، عصبانی شده بوده، یک دیوانگی از او سر زده، پشیمان است، سخت پشیمان، آدم فاسق و فاجر و ظالمی نیست، اصلا نبوده، یک جای خشمی، عصبانیتی ایجاد شده، ضربه‌ای زده، مشتی زده، چوب و چاقویی زده، تفنگی داشته زده، الان پشیمان است. این خانواده او رو میبخشن. هر کسی رو هم نباید بخشید، هر ظالمی، هر قاتلی رو نباید بخشید. اما اگر مواردی بود که خانواده تشخیص دادن که این آدمی نیست، یا قوم خیشه، درگیری میشه، جنگ میشه، دعوا میشه، بخشیدنش به هر دلیلی، اونم پشیمان است، اینجا دیگه دیگر رو با احسان و لطف به هم دیگر پرداخت بکنه. این لطفی است از جانب الله متعال که اگر پشیمان میشه قاتل، اگر خانواده خواستن ببخشن، فرصتی برای بخشش هست، اجباری نیست که حتما باید قصاص صورت بگیره. فمن اعتدى بعد ذلك، اگر کسی بعد از این جریان دیه گرفتن، قاتل رو بخشیدن، دوباره دست درازی کرد، از حد گذشت، ظلمی انجام داد، فله عذاب علیم، یک عذاب دردناکی در انتظار اوست. اگر دیه گرفتن خانواده مقتول، کسی که کشته شده، دیگه حق ندارن به سمت قاتل حمله بکنن و ضربه‌ای بزنن، تموم شد، شما بخشیدید، دیه گرفتید، این پرونده بسته شد. نشه که امروز دیه رو بگیرن، چون عادتا قاتل وقتی قتل میکنه پنهان میشه،
وقتی صحبت از دیه مطرح میشه بعضی این کارو میکنن و میکردن در قدیم هم. قاتل پنهان میشد، میرفتن با خانواده قاتل صحبت میکنن که ما دیه میگیریم میبخشیم، به خاطر اینکه قاتل بیاد بیرون از مخفیگاه خودش و او رو بکشن. میگفتن ما دیه میدیم، دیه میگیریم، بخشیدیم قاتل رو. دیه رو میگرفتن، قاتل خارج شد میشد، موضوع تمام شد، میومد بیرون، میگرفتن قاتل رو میکشتن و دیه رو هم پس میدادن به خانواده. الان متون میفهمن اگر بخشیدید و بعد رفتید دوباره سراغ قاتل و او رو کشتید، الان دیگه این دفعه دوباره قصاص برای خانواده مقتول اتفاق میفته. در دنیا و در آخرت عذاب دردناک است. بخشیدید تمام شد. یا نبخش یا بخشیدید دیگه سراغش نرو. بخشیدید دیگه سراغش نرو. یا برعکس، اگر قصاصی انجام شد، یک فردی قتل کرده، خب الان قصاص انجام میگیرن، خانواده مقتول میگن قصاص انجام میدیم. الان اون فردی که قرار از اون قصاص گرفته شود یا اطرافیان عصبانی بشن و خشمگین بشن، چرا قصاص میگیرن؟ ما میریم میکشیم اون کسانی رو که گفتن قصاص میگیریم. چه در قصاص، چه در بخشیدن دیه، هر کسی که پا از حد خودش فراتر بگذارد عذاب دردناکی در دنیا و آخرت خواهد داشت. قتلی انجام شده یا قصاص و تمامش کنید. اشتباه کرده، از اشتباه قاتل حمایت نکنید. رسول الله علیه السلام فرمود انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادرتون رو چه ظالم باشه چه مظلوم باشه یاری کنید. صحابه گفتن یا رسول الله، این که مظلوم باشه یاریش کنیم این رو ما میفهمیم، مظلومه کمکش میکنیم، از ظلم نجاتش میدیم. برادر ظالم رو چطور نصرت یاری کنیم؟ فرمود دستش رو بگیرید دیگه ظلم نکنه. یک قاتل وظیفه خانواده است، وظیفه دور بریان است که او رو تحویل بدن به حاکم و اجرای قصاص وظیفه حاکم است، نه وظیفه هر کسی که خودش بلندش بره و قصاص میگیرم. نه، چون خیلی وقتا هست جرم ثابت نشده، اصلا جرم شبهه داره در او. اون کسی که به نام قاتل معرفی شده هنوز ثابت نیست که این قتل کرده باشه، متهم است. به همین خاطر حاکم باید این کارو بکنه. قصاص وظیفه حاکم است، حاکم یک جامعه است. حاکم اگه خواست قصاص میگیره، جرم ثابت شد، خانواده کسی که کشته شده ولی دم او اگر بخشیدند دیگه اون موقع قصاص اتفاق نمیفته، ولی اینکه یک نفر از اونها هم ببخشه. فمن عفی له من اخیه شیء، اینجا کلمه شیء نکره هست و در سیاق شرط آمده، دلالت بر عموم میکنه. یعنی اگر یکی از وارثان هم بگه آقا من نمیخوام قصاص بشه، میخوام که دیه بگیریم، دیگه قصاص نمیشه. یک نفر هم ببخشه قصاص نمیشه. و بعد میره به مرحله بعد، مرحله دیه. و در پرداخت دیه، اگر دیه رو گرفتن خانواده مقتول نباید دیگه به سراغ قاتل برن. و اگر قصاص گرفته شد از قاتل، خانواده قاتل نباید دوباره برگردن سراغ خانواده مقتول که بار انتقام قاتل رو بگیرن. علی مطمئن میفهمند مواظب باشید. این موضوع رو همینجا ببندید، قتل شده تمامش کنید، یا قصاص بگیرید یا ببخشید، پرونده رو ببندید، دیگه ادامه ندید، وگرنه لکم عذاب علیم، درناک، عذاب درناکی در انتظار شماست. در ادامه علی مطمئن میفهمند ولکم فی القصاص حیات. این بسیار نکته عجیبی است. ولکم فی القصاص حیاه، برای شما در قصاص زندگی است. قصاص زندگی است. جمله مختصر، بسیار مفید و بسیار زیبا. عرب ها می گفتن که القصاص و القتل اوقع للقتل، یا می گفتن القتل انفع للقتل. قتل رو از بین میبره. یک جمله داشتن، قتل رو از بین میبره، یعنی قصاص گرفتن، انتقام گرفتن سبب میشه که قتل از بین بره. علیه متون یک جمله زیباتری فرمود که در قصاص زندگی است. بسیار نکته لطیفی در این آیه است. ولکم فی القصاص حیات، و جای تعجب هم است. ولکم فی القصاص، در انتقام از قاتل برای شما زندگی است. قصاص کشتن است، کشتن قاتل است. علیه متون میفهمند احیانا در کشتن زندگی است. کشتن قاتل زندگی می آورد، قصاص زندگی می آورد. ببینید قصاص یعنی کشتن حیات و زندگی می آورد. چطور جمع میشه این دوتا با هم؟ وقتی قاتل کشته میشه، قاتل بعدی، نفر بعدی که نیت قتل دارد، میدونه که اگر من کشتم کشته میشم، حساب خودش رو میکنه، دست دراز نمیکنه، نمیکشه، جلوی قتل نفر بعدی گرفته میشه. وقتی قاتلی کسی رو نکشه، خودش هم کشته نمیشه، چون قصاصی از او گرفته نمیشه. در قصاص زندگی است، چون
خود قاتل اگر میدانست که من کشته میشم قتل نمیکرد، هم خودش نجات میافت و زندگیش ادامه داشت، همون کسی رو که کشت نمیکشت و زندگی او ادامه داشت. و چه جنگ هایی که اتفاق میفته بعد از یک قتلی، طایفه ها به جان هم میافتند، انتقام ها شروع میشه. همه اینها کشتارها و جنگ ها اگر با همون بار اول قاتل قصاص میشد به اینجا نمیرسید. اگر قصاص میشد، خانواده میگفتن آقا قاتل قتل کردی بعد قصاص بشه، خانواده مقتول بخشیدن، لطف و کرمان هست، نبخشیدن قصاص میشه، تمام دیگه ادامه ندن، پرونده اینجا بسته میشد. در جامعه وقتی که خبر میپیچید که اینجا اگر کسی قتل بکنه کشته میشه، بقیه قاتلان دست خودشون رو میگیرن. در این جامعه دیگه قتل اتفاق نمیفته. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ای صاحبان لب. لب یعنی مغز، لب یعنی مغز، صاحبان مغز، ای کسانی که اهل خردید، مغز دارید. شما خوب میدانید که قصاص خشونت نیست، جلوگیری از خشونته. قصاص زندگی است. قصاص زندگی است. شما وقتی که یک عضوی رو که بیمار است قطع میکنید، بقیه بدن رو نجات میدید. شما وقتی که جلوی انتشار این بیماری رو از عضوی در دست میگیرید به بقیه بدنتان، دست قطع میشه، ولی یک پاره از وجود قطع میشه، اما بقیه وجود نجات پیدا میکنه. قاتل وقتی کشته میشه، قاتل میرود از دنیا. با اون قتلش هم، کشته شدنش، اون گناهی رو که انجام داده پاک میکنه. یعنی سزا و جزای اون گناهی، جزای اون گناهی که انجام داده اون قتلش هست و با قتلش خونی که بر گردن او بوده پاک میشه. اما در جامعه دیگه قاتل بعدی جرئت نمیکنه آدم بکشه. در جامعه یک امنیت میاد. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. لعلکم تتقون، تا باشد شما تتقون. اگه معنی لغوی رو بگیریم، پرهیز کنید، دست بردارید از این قتل و کشتار، تا این کشتار، تا این ناامنی، تا این جنایت ها در جامعه پایان پذیرد، این خونریزی ها پایان بپذیرد. تنها راه جلوگیری از ادامه خونریزی در جامعه قصاص است. وقتی قاتل میدونه کشته میشه قتل نمیکنه، مقتول کشته نمیشه، جامعه قتل ایجاد نمیشه، درگیری ها ایجاد نمیشه، انتقام و انتقام گیری ها نمیشه، بانده های مافیا گم میشن، قاتل و گردن بگیر و چپاولگر گم میشه. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. معنی دیگر اصطلاحی تقوا را اگر بگیریم، در جامعه قصاص بیاورید و اجرای حکم قصاص در جامعه یکی از عبادت‌های بزرگی است که شما انجام میدهید و یکی از موارد تقواست، یکی از صفات متقیان است. قصاص بعضی خوششون نمیاد از این تعبیر. آقا خشونت است، ترویج خشونت است. در جامعه‌ای که قصاص ایجاد می‌شود، در جامعه‌ای که قصاص انجام می‌پذیره، شما بررسی بکنید کشورهایی که در اون قصاص انجام میشه و کشورهایی که در اون قصاص نمیشه. حقیقت ثابت کرده است بالاترین درصد امنیت رو شما در کشورهایی می‌بینید، در مناطقی می‌بینید که قصاص اونجا گرفته می‌شود و بالاترین درصد ناامنی رو شما در جایی می‌بینید که در اونجا قصاص نیست. قاتل میره در زندان، میخوابه و میخوره و با چند نفر دیگه آشنا میشه، دوباره میاد بیرون، دوباره قتل میکنه. در جوامعی، در مناطقی، در سرزمین‌هایی که قصاص انجام می‌شود، کمترین آمار ناامنی است و بیشترین امنیت رو شما اونجا می‌بینید. چرا؟ ولکم فی القصاص حیاه. در قصاص زندگی است. مردم متعال می‌فهمند این بخشی از دین است. در یک جامعه اسلامی باید قصاص انجام شود تا جلوی ناامنی، چپاول، تجاوز گرفته شود. برای انتشار بیماری در کل بدن و از بین رفتن کل جامعه مجبور شما یک عضو را قطع بکنید. این عضو خودش خواسته که این اتفاق با او بیفتد. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. در ادامه الله متعال می‌فرماید که وقتی صحبت از مرگ می آید و کشته شدن، الله متعال در ادامه صحبت از وصیت می‌کند. کتب علیکم، همچنین بر شما مقدر شده است، نوشته شده است، اذا حضر احدکم الموت، اگر نشانه های مرگ به کسی فرا رسید، بیماری، بالا رفتن سن و انسان ها احساس میکنه دیگه الان شاید مرگ نزدیک باشد، ان ترک خیرا، اگر به جا میگذارد از خود خیری را، یعنی مال زیادی را. کسی که مالی داره، ثروتی داره، سرمایه‌ای داره،
احساس میکنه دیگه الان سن رفتن است، سنش بالا رفته، بیماری شدیدی گرفته که امیدی به درمانش نیست، و حتی هر کس دیگری که ثروتی دارد وصیت کند. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیة. اگر خیری گذاشته است، ترکه یعنی گذاشته است، یعنی اینکه آقا شما هر چقدر عمر کنی اینها رو میگذاری میری، میآید اون لحظه که میری اینها رو میگذاری. الوصیة، وصیت بکنن، للوالدین، برای والدینشون، پدر و مادر، والاقربین، و برای خویشاوندان، بالمعروف، به نیکی. اینجا مراد از وصیت برای والدین اون والدینی است که در ارث و میراث سهمی از فرزند ندارن. چطور میشه؟ مگه میشه که والدین ارث و میراث نبرن از فرزندشون؟ بله میشه. ما اگر دین فرزند با والدین تفاوت داشته باشه، اینها ارث نمیبرن. مسلمان فرزند پدرش کافره، مسیحیه، یهودیه، مشرکه، مسلمان نشده اصلا، یا فرزند مسلمان شده اون مسلمان نشده. الان لحاظ شرعی این پدر و مادر نامسلمان از فرزند مسلمان ارث نمیبرند. رسول الله علیه السلام فرمود مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمیبرد. این آیه برای این موارد است، وگرنه در آیه 11 و 12 سوره مارکه نساء الله متعال سهم والدین رو مشخص کرده از میراث. و در حدیث دیگری رسول الله علیه السلام فرمود که لا وصیة لوارث، کسی که در لیست وارثان یک فرد است برای او وصیت نمی شود. انسان مسلمان حق نداره برای کسانی که جز وارثین او هستند وصیت بکنه. یک. و دوم، وصیت هم رسول الله فرمود در 1/3 مال هست فقط، بیشتر از اون حق نداره طرف وصیت بکنه. اگر کسی میدونه که خب الان پدر و مادرش چون کافر و مسلمان نشدن، جز وارثان نیستن، به خاطر احسان به والدین خودش بیاد یک وصیتی بکنه که آقا از این مال من یک بخشش رو به والدین پدر و مادر من بدید ولو غیر مسلمانن. و این نشان از لطف و احسان الله متعال دارد و احترام به والدین ولو کافر باشه. ولی در هیچ دینی شما این رو نمیبینید که اینقدر تاکید به پدر و مادر شده باشد ولو کافر باشن، حتی در لحظه مرگ هم که پدر و مادر تو کافرن، از لحاظ شرعی ارث نمیبرن، یک وصیتی برای اونها بکن که بعد از مرگ تو کمتر از 1/3 مالت یک بخشی رو بده به پدر و مادرت، چون از لحاظ شرعی اونها وارث نیستن، اما تو این لطفو در حق اونها بکن. این رو کجا شما میتونید پیدا بکنید؟ این همه احسان به والدین ولو کافر باشن بعد از مرگ، چون وصیت بعد مرگ اجرا میشه. وصیت در هنگام زندگی که وصیت نیست، بخشش هست. بعد از مرگ وصیت اجرا میشه. الله متعال در این آیه میفهمد کسانی که والدینشون جز وارثان نیستن، یعنی کافرن، میتونن که وصیت کنن برای والدین خودشون. یا از خویشاوندان کسانی رو دارن، مسکینه، فقیره، نیازمنده، جز وارثان نیست. حالا چه مسلمان چه کافر، احیانا برخی از خویشاوندان مسلمان هم صاحب ارث نمیشن. قرار نیست همه خویشاوندان وارث باشن. ارث از خودش یک قانونی داره که در آیات 11 و 12 سوره مبارکه نساء و پایان سوره مبارکه نساء 176 به تفصیل میآید. برخی از خویشاوندان جز وارثان نیستن. شما دلتون میسوزه، فقیر، مستحق، نیازمند، به اونها وصیت میکنه. الله متعال میفهمد برای والدینی که مستحق ارث نیستن، کافرن، یا خویشاوندان، به معروف، حقا علی المتقین، این حق است برای متقیان. متقیان این کارو بکنن، وصیتی بکنن، این وصیت رو داشته باشن برای کسانی که در ارث اینها سهمی ندارن. هر کسی که در ارث سهم داره وصیت برای او اتفاق نمیفته و وصیت هم در 1/3 به پایین اتفاق میفته. فرد بیشتر از 1/3 حق نداره وصیت بکنه. فمن بدله، اگر کسی آمد و این وصیت نامه رو بعد از وفات فرد دستکاری کرد در این وصیت نامه، چیزایی رو کم کرد، چیزایی رو اضافه کرد، چیزایی رو وصیت کرده بود طرف این حذف کرد، چیزایی رو گذاشته بود، مثلا گفت آقا مسجد درست کنید برام، صدقه جاریه بکنید، به فلانی بدید، به فلانی بدید، در پایینتر از 1/3. اما این یکی اومد از وارثان، یکی از افرادی که وارث بود دستکاری کرد، یا وکیل دستکاری کرد، یا هر کس دیگری. فمن بدله بعد ما سمعه، بعد از اینکه میدانست در وصیت چی است، شنیده بود از کسی که وصیت میکنه، حقیقت رو میدانست، دانسته آمد دستکاری کرد، فانما اثمه، گناه انجام نشدن وصیت، اون خیری که قرار بود انجام بشه الان نمیشه، این گناهش گردن کی میشه؟ گردن اون کسی که دستکاری کرده وصیت نامه. فانما اثمه علی الذین یبدلون، همه کسانی که دست داشتن در تغییر این وصیت و مانع انجام خیری شدن که در این وصیت بوده است، گناهش گردن کسانی است که دستکاری کردن و اون کسی که وصیت کرده اجر و پاداشش رو کامل میگیره.
این الله سمیع علیم، الله متعال میشنود همه چیز رو، میدانه خون چی وصیت کرده و علیم است، میداند چه کسانی دستکاری کردن. از الله متعال چیزی مخفی نمیماند. در آیه بعد آیه 182 الله متعال میفرماید فمن خاف، حالا اومدیم و یک جای وصیتی شد، اما این وصیت در او یک گناهی هست، در این وصیت یک ناعدالتی هست. فمن خاف من موسن، اگر کسی ترسید از موسن، از وصیت کننده، جنفن، بی عدالتی رو، انحرافی رو، او اثمن، یا گناهی رو، تو وصیت‌نامه گناهی رو دید، آقا اینو اومده وصیت کرده که مثلا برید برای من یک شرابخانه باز کنید بعد مرگم، پول منو بدید به فلان قمارخانه، پول منو بدید به فلان آدم مثلا بدکاره، این خب گناه است، پس من این گناه است. یا بیشتر از 1/3 رو وصیت کرده، رسول الله فرمود کسی حق نداره بیشتر از 1/3 رو وصیت بکنه، ولی اینکه مال خودش است، 1/3 بیشتر رو حق نداره وصیت بکنه. یا ناعدالتی شده، یکی حق داده مثلا یکی حق نداده، اینها میشه اینجا در وصیت دست برد، جایی که گناه باشه یا ناعدالتی که خلاف شرع است. گناهی که خلاف شرع است طبیعتا و ناعدالتی شده، اینجا میشود که کسی دست ببره و اصلاح میکنه، فاصلح بینهم، بین وارثان بیاد و بگه خب این وصیت نامه متوفاست، کسی که فوت کرده، ولی این وصیتش خلاف شرع، گناه است، نباید انجام بشه، اینجا ناعدالتی است، این باید اصلاح بشه، با اونها بشینه و با اونها گفتگو بکنه و اصلاح بکنه. فاصلح بینهم، بین وارثان اصلاح میکنه، اتفاق نظر اونها رو به دست میاره و اون چیزی که شرعی هست رو انجام میده و حق رو به حقدار میرسونه. فلا اثم، اینجا گناهی نیست بر کسی که دست میبره در وصیت نامه و اون گناه رو یا خطا رو یا ناعدالتی رو اصلاح میکنه. ان الله غفور رحیم، الله متعال بسیار بخشنده است، بسیار مهربان است. اگر در راه اصلاح وصیت نامه احیانا خطایی هم صورت گرفت از این انسان دلسوز مصلح که میخواست اصلاح بیاورد، الله متعال این اجتهاد و تلاش او رو میبخشد. این خطایی هم که شده چون نیتش خیر بوده و جلوگیری از گناه بوده و بی‌عدالتی بوده، الله بخشنده است و بسیار مهربان است. این آیه هم آیه است که برخی از البته مفسرین من باب امانت علمی گفتن که این آیه، بخشی از این آیه که وصیت برای والدین هست، با آیه 10 و 11 و 12 سوره نساء که احکام وصیت رو ذکر کرده منسوخ شده است. اما وقتی میشه با دو آیه جمع کرد، نیازی نیست که ما همچین موضوعی رو مطرح بکنیم، چون میشه اینجا رو به این برداشت اکتفا کرد که اینجا والدینی مراد هستند که صاحب ارث نمیشوند، وصیت برای والدینی که کافر هستند و فرزند مسلمان است و در اروپا زیاد اتفاق میفته. بچه مسلمان شده، پدر مادرش هنوز کافرن، حالا بچه در هنگام بیماری قرار است مثلا دکترها گفتن که شما آقا 1 ماه 2 ماه دیگه بیشتر زنده نمیشه، حالا داره وصیت می‌نویسه برای پدرش، برای مادرش غیر مسلمانان وصیت میکنه. میشه که این آیه رو جمع کرد و نیازی نیست که بگیم که اینجا این آیه حکمش منسوخ شده است و همینقدر اکتفا میکنیم. و الله متعال برای ما برای ایجاد امنیت در جامعه میفهمد که قدم اول جلوگیری از خونریزی است و ناامنی است و قصاص حکم شرعی است که باید اجرا شود و سبب ایجاد امنیت در جامعه می شود. قاتل خودش به خود بی احترامی کرده و ما قاتل رو نباید تنها نگاه کنیم، مقتول رو نگاه کنیم و نتیجه تبعاتی که این قاتل اگه بخشیده بشود در آینده به چه جنایت‌هایی دست میزنه. چون ما یک گرگی رو وقتی به گله‌ای حمله میکنه بگه خب اینم حیوانی است بیچاره، بگذاریم بره دیگه، این دفعه برش میکنیم، دفعه بعد دوباره این گرگ میاد به گله میزنه و این گوسفندا رو میخوره، بار سوم و باز میآید و باز میآید و باز میآید. توبه گرگ مرگ است. قاتل رو اگر خانواده خواستن ببخشن با شرایطش، نه هر کسی رو. انسانی که گناهش پشیمان شده واقعا کارش نبوده، یک بار اشتباهی کرده، خطایی کرده، الله تعالی این اجازه رو داده است و اگر نه در غیر این صورت قاتل قصاص میشود. این حکم شرعی است و باید در جامعه اجرا کرد. تا ایده دیگر هم شما صبرانه بالا میتونم میسپارم. الله یارو میاد. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.